جورج صبرا عضو هیئت عالی مذاکرات در گفتگوهای جاری در ژنو طی مصاحبه‌ای با سیمای آزادی نسبت به مداخلات حکومت آخوندی در سوریه و تمامی منطقه هشدار داد و گفت رژیم ایران شریک واقعی بشار اسد در همه جنایات آن است و مداخلات آن در سراسر منطقه عربی نیز گسترش یافته است. اکنون زمان آن است که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود. به این مصاحبه توجه فرمایید. بلغ التمدد الإيراني في جميع أنحاء المنطقة حتى توسعه طلبی رژیم ایران در سراسر منطقه به حد غیرقابل تحملی رسیده است. نه فقط برای ما به عنوان سوری‌ها که از نفوذ رژیم ایران رنج می‌بریم، رژیمی که شریک واقعی رژیم اسد در تمامی جنایت‌های آن است، بلکه مداخلات رژیم ایران در سراسر منطقه عربی نیز گسترش یافته. به یمن رسیده و شمال آفریقا را نیز تهدید می‌کند. نحو شمال افریقیا. لذلك نعتقد آن الأوان لوضع حد لهذه الجرائم. زمان آن رسیده که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود. بدءا من مشاركة النظام السوري في این رژیم با قتل و کشتار در کنار رژیم اسد شروع کرد و با عملیات کوچ دادن فرقه‌ای در عراق و سوریه ادامه داد. الى عملية احلال السكاني مكان رژیم ایران با عملیات برهم زدن بافت جمعیتی و ایجاد شقاق و شکاف در بین اعراب بر مبنای مذهب و فرقه بر آن است تا به رؤیای امپراتوری خود جامعه عمل بپوشاند که اگر خدای ناکرده چنین چیزی اتفاق بیفتد دهها سال انواع درگیری‌های خطرناک به وجود خواهد آمد. لا سمح الله اذا استشرى في المنطقه سيجرها عقود من السنين في انواع الصراع الخطيره. نصر حریری رئیس هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه بر مقابله با مداخلات رژیم آخوندی در سوریه تاکید کرد و گفت در دیدار با مقامات روسیه ما بر نقش شیطانی رژیم ایران با صدها هزار شبه نظامی در سرزمین سوریه تاکید کردیم. به گزارش رویتر وی همچنین گفت که اپوزیسیون سوریه زمینه‌های مشترکی با دولت ترامپ دارد، چرا که هر دو می‌خواهند علیه تروریسم بجنگند و جلوی نفوذ رژیم ایران را بگیرند. رئیس هیئت عالی مذاکرات سوریه افزود مردم سوریه قیمت سنگینی را به خاطر اشتباهات فاجعه بار دولت اوباما پرداختند. او خط قرمزهایی را ترسیم کرد و خودش آنها را پاک کرد. او نسبت به جنایات بشار اسد سکوت پیشه کرد. ما خواهان آن هستیم که ایالات متحده اشتباهات بزرگ دولت اوباما را تصحیح کند.